میتونید اچکی رو پوشین ولی که شمال کم در تیز نشد چشمات رو میزنه قبول کرای کردم باز اونو رفتیم پیش صورت حرکت این ارغمچی از 75 تا 90 کیلومتر ساعت رو در بر گرفته. خیلی باید احتیاطکاری رو از دست نداد. اصلا این نمودی بازی ها رو در فصل تابستان بیشتر سیاحان استفاده میبرند، زیرا که در فصل سرما با چنین سرعت خیلی خنک میخوری.